در حمله به دره زربوز ناحیه شمس‌الدین شاهین در سرحد تاجیکستان با افغانستان یک شهروند چین کشته و 5 نفر زخمی شده است. در حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین روز 18 نوامبر حادثه را تصدیق کرده اما تفصیلات ندادند. دو منبع آگاه از قضیه به رادیوی آزادی گفتند که حمله شب 17 به 18 نوامبر از طرف شخصان مسلح و از آن سوی مرز صورت گرفته است. هر دوی آنها دقیق گفتن نتوانستند که حادثه کار قاچاقچیان مواد مخدر بوده است یا گروه‌های جنگجو، اما تاکید کردند که نمایندگان مقامات انتظامی در جای حادثه هستند و تحقیق ادامه دارد. یکی از منبع‌ها به شرط فاش نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت از 5 زخمی 4 نفر شهروندان چین هستند، 1 نفر باقی مانده ساکنی محلی بوده است. همه آنها از پای مجروح شده به بیمارستان ولایتی به کلاب برده شدند. همصحبت ما حضور چینی ها را در منطقه به وجود کارخانه طلا پیوند داد. دره زربوز در نزدیکی موضع سریغار جایگیر است. در موضع سریغار یک کمانداتوری سرحدی نیز هست. یک نماینده حکومت شمس‌الدین شاهین که به دلایل امنیتی نامش فاش نمی شود گفت که کارخانه طلا در دره زربوز نامنویس شده چینی ها کارهای اکتشافی انجام می دادند. مرز ناحیه شمس‌الدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد از قطعه نظارتش مشکلی سرحد تاجیکستان به شمار می رود. در گذشته در اینجا گروگانگیری و حمله به شهروندان تاجیکستان و مرزبانها ثبت شده بود. بار اول است که در پی حمله در سرحد یک شهروند چین کشته می شود. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر حمله به کارگران چینی در پاکستان افزوده است. مقامات پاکستان و چین در ماه اکتبر امسال اعلام کردند که در پی ترکیش در نزدیکی فرودگاه کراچی 2 کارگر چینی کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. سفارت چین ترکیش را در این کشور همسایه افغانستان حمله تروریستی خوانده بود. با وجود وعده‌های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه‌های تروریستی، مقامات تاجیکستان از آن طرف مرز نگرانی دارند. آنها سال 2023 از چند مورد عبور قاچاقچیان و تروریست‌ها با سلاح به تاجیکستان خبر دادند. از جمله کمیته دولتی امنیت ملی ماه آگوست سال 2023 از کشته شدن 3 عضو گروه انصارالله و مصادره اسلحه زیاد خبر داد. سنجش و تصدیق این خبر به واسطه منابع مستقل مشکل است، ولی آن در رسانه‌های جهانی بیانگر آسیب پذیری تاجیکستان از خطرهای شد که از افغانستان سرچشمه می‌گیرند.